اگر خودم امتحانش نکرده بودم مطمئنا بهت نمیگفتم. امروز میخوام یه تمرینی بهت بدم در حد لالیگا. ببین ما تو قانون جذب گفتیم اگر توجه داشته باشیم به یه چیزی، چه منفیش چه مثبتش، توجه داشته باشیم یعنی بهش پیام میدیم که وارد زندگی من شو. این تمرینی هم که میخوام بهت بگم دقیقاً از همین قانون پیروی میکنه، با این تفاوت که این زود بازده تره. شاید تو هم مثل من دوست داشته باشی که تمارین زود بازده رو امتحان کنی، تجربه بکنی و زودتر جذب بکنی. بعضی از تمارین هستن که ما یه هفته‌ای، یه ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله و شاید بیشتر زمان ببرن که به خواستمون برسیم و اونها خواسته های بزرگ هستن که چون ذهن ما هم محدوده فکر میکنیم خواسته بزرگ رو باید زمان زیاد بدیم. اشتباه این. ما حتی بزرگترین خواسته ها رو در کوچکترین زمان و در کوتاهترین زمان هم میتونیم بگیریم و این برمیگرده به ذهنیت ما. پس این تمرینی که من اینجا بهت میدم تمرینیه که در همه زمینه‌ها بتونی ازش استفاده بکنی و زودتر جواب بگیری. ولی قبل از اینکه در مورد تمرین حرف بزنم و تمرین رو بهت بگم، لایک و سابسکرایب یادت نره که هم از کانال من حمایت کرده باشی و هم ویدیوهام زودتر از همه به دستت برسه، چون مطالب فوق‌العاده‌ای تو این کلیپ ها بهت انتقال خواهم داد. ببین ذهن ما چون از منفی ها پر شده، وقتی میخوایم یه کاری انجام بدیم یا یه آرزویی میکنیم، ذهن شروع میکنه به پرسیدن سوالات منفی از ما. یعنی مثلا وقتی میخوایم بریم استخدام بشیم جایی، تو طول مسیری که میخوایم به اونجا برسیم و در طول مدتی که تو سالن منتظریم که ما رو صدا بزنن و بریم مصاحبه بشیم، ذهن مدام سوالات منفی میپرسه. اگه تو رو قبول نکنن چی؟ اگه رئیس ازت خوشش نیاد چی؟ ما که از این شانسا نداریم. اگه ما رو استخدام نکنن چی؟ من اون کسی نباشم که اینا دوست دارن که کار بکنم، یعنی به دردشون نخورم چی؟ چی طول مسیر کلا ذهن منفی میده به ما، سوالات منفی میپرسه. من تو این کلیپ میخوام بهت یه تمرینی بگم که نه در عرض 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، بلکه در عرض 4-5 دقیقه بهش برسیم. ما تو بعضی از تمارین لازمه که 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه زمان بذاریم و هی تکرار بکنیم اون خواسته رو. یعنی به اون خواسته که احساس مالکیت داریم بهش باید مدام تکرار کنیم تا به اون خواسته برسیم و این شاید یکم زمان بر باشه بر اساس اون منفیایی که تو ذهنمون داریم. اما این تمرینی که من میخوام بدم یه تمرینی که در عرض 4-5 دقیقه میتونی ازش نتیجه بگیری. مثلا اگر ازت دعوت کردن که بری مصاحبه بشی، تو طول مسیر یا تو مدت که تو سالن نشستی تا صدات بکنن، برعکس سوالاتی که ذهن به شکل منفی ازت میپرسه، شما به شکل مثبت همون سوالا رو از خودت میپرسی و دست و بال ذهن رو میبندی که ارتعاش منفی بده و سوالای منفی بپرسه. یعنی چی؟ یعنی سوالای منفی که تو طول مسیر ذهن ازت میپرسید، الان دیگه برعکسش رو میخوای جایگزین بکنی و از طریق ذهن از خودت بپرسی. مثلا بگی اگر من همون کسی باشم که دقیقاً اینا لازم دارن چی؟ اگه منو راحت‌تر پذیرش بکنن چی؟ اگه رفتم رئیس از من خوشش اومد قبول کرد چی؟ اگر رفتم دیدم رئیس پرسپولیسیه، منم پرسپولیسیم، ازم خوشش اومد استخدامم کرد چی؟ اگه حقوق و مزایای زیادی بدن چی و اینها رو از خودت میپرسی. سوالات مثبت رو هی تکرار میکنی برای خودت تا اتفاق بیفته اون مطلب. قبل اینکه بری مصاحبه بشی اینا رو مدام از خودت میپرسی، وجودت کلا میشه حس مثبت و حس مثبت هم نتیجهش اتفاقات مثبته. اگر این کار رو انجام بدی، بعدش که وارد میشی به داخل دفتر رئیس، ازت خوشش بیاد، سوالایی ازت بپرسه که راحت میتونی جواب بدی، یا رئیس هم طرفدار یه تیمی باشی که تو هم طرفدارشی و یا حقوق مزایای شما رو خیلی بیشتر در نظر بگیره و سوالای دیگه که مدام از خودت پرسیدی و اینا شدن نتیجهش. پس سوالات رگباری یه تمرین زودبازیه که در عرض 4-5 دقیقه میتونی ازش نتیجه بگیری با تکرار سوالات مثبت از طریق ذهن از خودت. مدام تکرار بکنی و به ذهنت اجازه ندی که متوجه منفی‌ها باشه و به زور متوجه مثبت‌ها بکنیش و از نتیجه فوق‌العاده‌ای که میگیری قطعاً شگفت زده میشی.
تمرینش رو انجام دادم، من خودم انجام دادم، شگفت زده شدم. شما هم امتحان بکن، قطعا شگفت زده میشی. خیلی خوشحالم که این مطلب رو گفتم. اگر سوالی داشته باشی حتما تو کامنت ها این زیر برای من بنویس، قطعا بهش جواب میدم. و بازم برای اینکه یادت نره و ویدیوهای من رو زودتر از بقیه دریافت بکنی، لایک و سابسکرایب یادت نره. موفق باشی، بهترینا رو برات آرزو میکنم.